اگه نابغه ترین زن دنیا هم باشی، بدون پول و یک اتاق مخصوص صدات شنیده نمیشه. این فقط یه جمله نیستش، بلکه یه درد تاریخیه. کتابی که میخوام امروز براتون معرفی کنم صرفاً یه کتاب نیست، بلکه یه سیلی آروم ولی عمیق به جامعه هست. کتاب اتاقی از آن خود اثر ویرجینیا وولف هستش و همچنان بعد از نیم قرن دارن این کتاب رو میخونن و این کتاب اثر خودش رو روی جامعه گذاشته. به نظرتون چرا این کتاب انقدر جذابه و همچنان مردم دارن مطالعه میکنن؟ این کتاب صرفاً یه رمان نیست، بلکه ترکیبی از مقاله، روایت شخصی و تفکر فلسفیه. اینکه یه زن بتونه بنویسه به دو چیز نیاز داره: پول و اتاق شخصی. اتاق شخصی همون استقلال فکریه و پول مساوی آزادی انتخاب هستش. حالا چرا قرنها زنها از اینها محروم بودن؟ امروزه خیلی از خانوما هم درس میخونن، هم کار میکنن، هم استعدادهای خیلی فوق‌العاده‌ای دارن، ولی همچنان که شب میرسن خونه هیچ فضای شخصی برای خودشون ندارن، هیچ اتاقی برای خودشون ندارن، حتی برای تصمیم گیری های مهم هیچ حق و هیچ اراده‌ای ندارن. باید حتما با یکی از اعضای خانواده، با اطرافیانشون در میون بذارن تا بتونن در مورد اون مسئله تصمیم گیری کنن. باید همیشه در دسترس باشن، از پس انتظارات دیگران خانوادهشون بر بیان و حتی توی فضاهای کاری و هنری باید چند برابر آقایون تلاش کنن تا نصف آقایون دیده بشن و جدی بگیرنشون. اگر بلند پرواز باشن بهشون میگن جاه طلب، اگر ساکت باشن بهشون میگن ضعیف. پس وولف وقتی میگه تاریخ پر از زنای نابغه‌ایه که هرگز نوشته نشدن، داره درباره سکوتی حرف میزنه که صرفاً مربوط به گذشته نیست، بلکه توی امروزه این سکوت لباس مدرن‌تری پوشیده. 3 دلیلی که ویرجینیا وولف این کتاب رو نوشتش: نرفتنش به دانشگاه در صورتی که برادرانش به دانشگاه رفتن، مطالعه در کتابخونه شخصی پدرش و از همه مهمتر تجربه تبعیضی که به صورت مستقیم تو زندگیش براش پیش اومده بود. ویرجینیا وولف یه مثال خیلی هوشمندانه‌ای میزنه. میگه فرض کنید شکسپیر یه خواهر خیالی داره و به همون اندازه شکسپیر باهوش و نابغه هستش، استعداد داره، تفکر و تخیل خیلی قوی داره، ولی اجازه نداره که از خونه بیرون بره، اجازه نداره که درس بخونه و هیچ کس ازش انتظار نداره که نویسنده بشه. اون زمانی که شکسپیر میره تئاتر و نمایشنامه مینویسه، اون مجبور خونه بمونه، ازدواج کنه، بچه دار بشه و رویاهاشو قورت بده. و اگر بخواد بنویسه، اگر بخواد خودشو ثابت کنه، یا مسخرش میکنن، یا کسی جدی نمیگیرتش، یا کم کم باید خودش به این نتیجه برسه که هیچ استعدادی نداره و همچین باوری تو ذهنش ایجاد بشه. این خواهر خیالی شکسپیر نه به دلیل نداشتن نبوغ، بلکه به دلیل نداشتن فرصت بدون صدا از بین میره. خیلی از ماها تو جامعه برامون همچین اتفاقی میفته، چون جرئت نداریم اون چیزی که میخوایم بیان کنیم، بابتش بجنگیم، خیلی بی صدا، خیلی از استعدادامون از بین میره. امروزه کسی نمیاد بهت بگه تو حق نداری بنویسی، تو حق نداری دیده بشی، ولی یه فشارهایی هست که کم کم میاد خفتت میکنه و تو باید حواست به همه چی باشه، به قضاوت‌های مردم، به انتظاراتی که هیچ وقت تو خودت انتخابش نکردی و آخر سرم بدون اینکه کسی بهت چیزی بگی و جلوتو بگیره تو باید ترمزو بکشی. تبعیض امروزی سر صدا نداره، به خاطر همینه خیلی عمیق‌تر میره زیر پوست آدما. این کتابو چه کسایی باید بخونه؟ کسایی که علاقه‌مند به دنیای زنان هستن، مردایی که میخوان
محیط جامعه رو خیلی عمیق‌تر بشناسن، نویسنده ها و هنرمندان. کتاب اتاقی از آن خود صرفاً در مورد مسئله زنان نیست، بلکه درباره انسان‌هاییه که میخوان فکر کنن، خلق کنن و آزاد باشن.